یک وندی در آلمانی هست به اسم وایزر. این پسوند خیلی بچه ها رو گیج میکنه. امروز میخوایم دیگه همه جوره پروندهش رو ببندیم که خیالتون راحت بشه از بابتش. ببینید این وقتی میاد که شما یک صفت یا نام رو به علاوه وایزه میکنی. خب و وایزن که خودش به معنی نشان دادنه و یه جورایی معنی روش و رفتار و اینا هم میده. اما اینجا که میاد قید میسازه و در موارد کمتر پرکاربردی که البته اونا هم بعضیش پرکاربرده ازش نام میسازه، اسم میسازه. خب حالا این وایزه 4 تا الگو داره. خب در مواقعی که صفت رو میخواد به وایزه اضافه کنه یه ق میگیرن که آ تلفظ میشه، تقریبا یه آ اینجوری تلفظ میشه. اون بچه‌هایی که میگید 30 سال آلمان بودیم و این نشیدیم اینجوری تلفظ میشه. مثلا نورمال یه صفت دیگه میشه نورمال وایزه، خیلیش میشه نورمال لا وایزه، لا لغ نگیدا. خب و اما اسما وقتی که میخوان تبدیل بشن به وایزه بعضیاشون اسم میگیرن، بعضیاشون ان میگیرن، بعضیاشون هم هیچی نمیگیرن. مثال بزنم. ببینید مثلا نورمال یه صفته، خب یعنی هنجارمند، یعنی این کاری که همه انجامش میدن. این میشه نورمال لا بعد وایزه، یعنی هنجارمندانه. این هن یعنی هم، جارم همیشه با گره یعنی همه یه جور میگردن، مند یعنی دارنده، آنه در واقع اینجا هست. شما ممکنه هنجارمندانه رو نشنیده باشید زیاد، ولی قطعاً مثلا احمقانه رو شنیدید دیگه. برای نسبت شما احمقانه توی آلمانی یه دوم داریم، یه اقه میگیره بعدش یه وایزه میگیره، دوم وایزه، یعنی دقیقا احمقانه. من دیدم بچه ها دور خودشون 3 دور میچرخن به طور احمق بعد میمونن که چی بگن. آقا احمقانه، این وایزه برابر استانداردش در فارسی میشه آنه. این به طور نمیدونم به درسته. بعضی وقتا مثلا فرض کنید مثل zufällig یعنی تصادفی. خب ما مثلا کاتورانه واژه باستانیشه ما نمیگیم کسی بگه، ولی مثلا این ا رو بگیره و بعد وایزه بگیره تو فارسی همه میگن به طور تصادفی. اینجا جواب میده. چه بسا این واژه کاتورمندانه تازه باید بشه، اون اصلا دیگه خیلی محجوره، کسی نمیگه اونو. بعد منطقی با داستان برخورد بکنیم، یعنی ببینیم که خودمون چجوری میگه. یا مثلا میگه نت به معنای با محبت دیگه. خب مثلا میشه نتا وایزه. اینجا مثلا ما نمیگیم مهرانه، میگیم از روی مثلا مهربانانه. البته ممکنه بشنویم ما مهربانانه، ولی از روی محبت مرسومتره، مردم بیشتر میگن. خب یا مثلا دوستانه freundlich میشه دوستانه، freundlicherweise مثلا دوستانه، از روی دوستی هم ممکنه بشنویم. به طور دوستی الان اینجا معنا نمیده، اونه که میگید آقا همیشه بگو به طوره اینجا شد. یا مثلا فرض کنید glücklich، خب میدونیم یعنی خوشحال، یه جورایی معنی خوشبخت میده چون گلوک همیشه با شانس و ایناست.
glücklicherweise میشه خوشبختانه. خوشبختانه کلیدا رو من آورده بودم. این دقیقا خوشبخت صفتشه. یه ما تو فارسی این میانبند آلمانی برای اینکه خوب زبونشون به چرخه میارن، الزامی برای این نیست. این فقط وندافزاست، این فقط میچسبونه به هم، مثل سیمانه، اصلا مهم نیست که میتونه توی زبان دیگه نباشه. ولی وایزه میشه همون آنه، میشه خوشبختانه. یا مثلا اون glücklicherweise، اون ببین تو آلمانی اینقدر سریع وندافزایی میتونه دراز بشه. گلوک بخت و اقبال، لیش اینم صفتش میکنه. اون گلوکلیش یعنی بدبخت ها. بعد برای اینکه بهم بچسبن، و وایزه میشه چی؟ میشه بدبختانه. از روی بدبختی هم میشه، ولی به گونه‌ای بدبخت. اگه بگی به گونه‌ای یا به طوره، اینجا دیگه قشنگ به طور بدبختی جواب نمیده. اون بدبختانه، متاسفانه، حتی متاسفانه ها، اینم جواب میده. یا مثلا یه جایی که دیگه واقعا به طور عقلی جواب نمیده، وقتی که شما واژه فرنونفت به معنای خرد، فرنونفت تیش، خردمندی، خردمند در واقع، خردمند، بعد یه میگیره، بعد وایزه میاد. ببین چقدر طولانی داره میشه. این در فارسی میشه خردمندانه. عقلمندانه هم میتونید بگید، ولی مرسوم نیست. خردمندانه قشنگ پارسیه و میشینه و عالی. خردمندانه. یا مثلا شلاو به معنای مثلا باهوش و ایناست. بعد میگیره، بعد وایزه. مثلا شلاو خوش میشه هوش و باهوش. آره این مالکیه چیز نیست ها، اسم فاعل نمیسازه ها، دقت کنید، فقط میاد میچسبونه. و اینجا ما میگیم زیرکانه. خب دیگه من یه دونه دیگه از این پخش و پلاها 2 تا مثال بزنم برای شما، چون به طوری عجیب اینجا خوب جواب میده. به این اشتاون بحث از سر ریشه است، ولی من بهتون میگم اشتاون از همون استون میاد. مثلا توی انگلیسی هم مثلا استونش مثلا اینجور چیزی میشنوید، همون سنگ میشه، به شکل موفقی سنگ میشه. بعد از روی تعجب این اتفاق براش میفته. بعد لیش هم میاد، مثلا عجیبه دیگه. خب بعد یه میگیره، بعد وایزه میاد. اینو معمولا تو فارسی ما میگیم به طوری عجیب. عرض کردم غیره، این به طوره قشنگ جواب میده. یعنی اگه بخوایم بریم تو عجبانه و اینا، با مزه است، ولی مردم نشیدم من بگن، مگه تو شعر و اینجور چیزا بخواد کسی استفاده. و آخرین واژه بخش مقدممون، چون میخوایم بریم سراغ پرکاربردها، اوباغا شن تا وایزه. اوباغاشنگ میدونیم که یعنی سورپرایز. خب ولی تو فارسی شگفتانه الان جدیدن میگن جشنواره شگفتانه فلان، ولی به گونه‌ای شگفت‌آور. ماشم فارسی ها، شگفت‌آورانه هم میتونید بگید، ولی میگم مرسومش من بهتون میگم که استفاده کنید دیگه. اما موضوع اینه، قبل از اینکه بریم سراغ پرکاربردها، ما یه چیزی داریم به اسم فوگن element یعنی بمپار، یعنی عنصر، یعنی پایه، یعنی وندی که فوگن میکنه. فوگن یعنی میچسبونه. خب گفتیم اگه صفت باشه مثل نرمال، اینجا چی میگیره؟ میگیره و میشه نورمالا وایزه. این قانون اول.
هیچ معنی هم نداره، فقط برای چسبوندن میاد. normalerweise هنجارمندانه. اما یه وقت هست شما مثلا یه اسمی داری، مثلا مادینه هست، Beziehung یه جور رابطه و نسبت داشتن اینا رو میگه. Beziehung اسم میگیره. این اس یه اسی هست که تا الان احتمالاً خیلی بهش برخوردی، تا الان میگین این اس چیه وسط اینا، و بعدش وایزه میشه Beziehung و به این طرف اول کوچیک میشه چون قید شد. Beziehung وایزه. و حالا الان به جمله و مثال و ترجمه هاش هم میرسیم. خیلی قید بدقلقی هم هست، به صورت به و شبیه به این هم می نویسنش. Beziehung وایزه یعنی یه جورایی معنای انگار که یه جور یا واژگانیه. ببینید یا به معنای گزینه ها نیست ها، یا واژگانیه. مثلا میمردن برا هم. Beziehung وایزه رفیق جونجونی هم بودن. اینجوری ببین، میمردن برا هم و رفیق جونجونی هم بودن آپشن و گزینه واژگانیه، یه یای منطقی نیست. مثلا بگه تو باید یا با ما بیای یا با بابا بری. این یا گزینه‌های منطقی که برای ولشون انتخاب کنی. ولی اینجا beziehungsweise معنی اینجور چیزا میاد. مثلا فلانی آرزوشه که پلیس بشه، beziehungsweise فانتزیشه. اینجوری باید ازش استفاده بکن. و البته خب یه چیزی هم توی انگلیسی هست respectively. مثلا چند تا گزینه رو میخوان بگن، قیمت اولی رو میگن، بعد میگن respectively قیمت دومی. اینجا آلمانی از این استفاده میکنن، ولی اصل داستان اونی بود که الان خدمتتون عرض کردم. مثال این حالا beziehungsweise رو گفتیم، بده مثالش هم بگیم. حالا حرف اومد بده کارش تموم بشه. 291مین واژه پربسامد آلمانی هست. میگه Sie waren seit der Grundschulzeit eng befreundet beziehungsweise unzertrennlich. خب میگویه که من گفتم. میگه حرف اول بزرگ، زی واقعا آنها بودند، زمان گذشته. شبید اینجا الان زین از اون فعلاییه که توی زمان گفتاری هم ممکنه شما اینجوری به صورت پقیتقیتون ببینیدش. زی واقعا بودند، Zeit یعنی since، از، der Zeit خب نرینه اومده، ولی اگه هم موقع شک کردید سریع بپرسید article von Zeit. die Zeit مادینه است، پس احتمالاً بعد Zeit اینو داتیو حساب کرده. اینجور مواقع چجوری میتونیم چک بکنیم؟ یه جدولی داشتیم، جدول پرپوزیسیون، نگاه میکنیم ببینیم زایت کجاست. اینهاش ببینید، زایت این قرمز است. ببینید قشنگ یکی از راههای تشخیص داتیو و آکوزاتیو این است. این سمت راستی ها هر جا بودن بعدش داتیو میاد. پس زایت مادینه، بعد از زایت یه سایت داریم یعنی زمان، یه سایت داریم یعنی سینس. اتفاقا اینم میتونه همریشه با زایت باشه. زایت گرون یعنی پایه، شول یعنی مدرسه دبستان ابتدایی. انگ همریشه با تنگ در فارسیه. انگ دوستان خیلی تنگ هم بودن. befreundet این همون دوست بودن و close friends. eng befreundet یعنی دوست بودن. beziehungsweise این چجوری نوشتهش؟ beziehungsweise. خب اینجا اینو نفهمیده من چی دارم میگم. ببین یه دونه اون داریم یعنی منفی میکنه، یه تر داریم که گفته بودم براتون توی یک قسمت ها، همون ذره و زرزر فارسیه. تر یعنی ذره ذره شدن، جدا شدن. ترن هم تأکیدی میاد، ترنباغ، ترن معنی جدا شدن. اون ترن خیلی با تأکید داره میگه هیچ جوری از هم جدا نمی شدن، بعد لیش هم صفتشو میسازه. اون ترن لیش. اوکی. خب
Sie waren seit der Grundschulzeit eng befreundet bzw. unzertrennlich. ببینید الان eng befreundet و unzertrennlich اینا یا منطقی نیستن. اونا یا دوستای خیلی صمیمی بودن یا هیچ جوری از هم جدا نمی‌شدن. اینا یای واژگانی هن. یعنی شما هم میتونی بگی اونا دوستای خیلی صمیمی بودن، هم میتونی بگی از هم جدا نمی‌شدن. inseparable. خب این از این. بریم سراغ ادامه بحث اینا. پس بتسیهونگ که یک نام هست اینجوری میچسبه، بتسیهونگسوایزه یه قید میسازه که یای واژگانی رو میگه. و اما یه وقتایی هست شما اشتله داری. این اشتله مثلا توی بتسوای میبینیدش. دی اشتله، اینم مادینه بذاریم. اشتله به معنای جا. خب وقتی که این میخواد بچسبه، ببین اشتله وایزه خوب نمیچسبه. اشتلن این ان میگیره. اشتلن وایزه. خب حالا اشتلن وایزه یعنی چی؟ این ان جمع نیست، دقت کنید. این فقط برای وندافزایی اومده. البته اینو به عنوان یک کسره هم میشه منطقاً تعریف کرد، مثلا به طور جابجا. اینجا منتها تو فارسی برای این واژه داریم، گله گله میگن. گله گله. من ببینم اگر من اینجا این رو هم دارم جز پربسامدا، بگمش قالش رو بکنم، نه ظاهرا. خب مثلا میخوام بگن که یه جایی تو خیابون گله گله لیزه، ذره ذره، جا به جا، جا به جا کچل شده. اینجا میگن اشتلنوایز. و بعدش یه دونه داریم تو در، اینم مادینه است. پروبه برای آزمون، برای آزمایش. خب این هیچی نمیگیره، این علامت نوله، خالی میشه. پروبه مثل از روی آزمودن، مثلا پروبه وایزه، هیچ چیزی وسطش نیومد. پس برای اسامی سه تا حالت داریم، اس ان هیچی. برای صفت‌ها یه حالت داریم، میگیره. این از ادامه پرکاربردها. 672مین واژه پربسامد آلمانی. ما میدونیم که یه چیزی داریم به اسم بایشپیل به معنای چی؟ احسن، به معنای مثال، نمونه. خب و بایشپیل چون اسمه یا باید اس بگیره یا ان بگیره یا هیچی نگیره، اس میگیره و بعدش وایزه، بایشپیل وایزه. این رو هم به صورت مخفف اینجوری ممکنه ببینیم. یه این دیگه مسخره بازی های خنثی‌نویسی، کوتاه‌نویسی ببخشید. یه اینا هم هستش، میاد اضافه میشه به مسائل و مشکلاتتون. خب بد نیست یاد بگیرید. خب به عنوان مثال برای نمونه معنا میده. Daniela spricht verschiedene europäische Sprachen wie beispielsweise Französisch. خب دانیلا اسم یه خانم، spricht سخن میگوید، verschiedene یعنی متفاوت، europäische Sprachen یعنی زبانهای اروپایی، همچو اینجا داره میگه مثلا برای مثال beispielsweise Französisch، فرانسوی. Daniela spricht verschiedene europäische Sprachen wie beispielsweise Französisch. و اشپراخه مادینه است، اینجا جمعش اومده و فرشیدنه و اروپیشه، این تهشون میتونه بیان کننده جمع هم باشه، میتونه هم عرفی باشه. یکیشون رو میتونیم، این اولی رو میتونیم به عنوان بیان کننده جمع بگیریم و این قبلیش هم مثلا بعدیش هم صرف شواخش باشه. حالا خیلی مهم نیست. و اما
1121مین واژه پربسامد آلمانی. Das Teil یعنی بخش، پاره، این یه وایزه میگیره، چون اینم اسمه. به اینجا هیچ نگه، این نوله دیگه. تایل وایزه یعنی بخشی از. مثلا بخشانه نداریم تو فارسی، میتونستیم داشته باشیم، ولی اینجا مثلا بخشی از یه چیزی میشه. Ich stimme dem teilweise zu. I understand with that partly too. Ich stimme. verstehe چیه؟ Ich stimme. من تایید میکنم. منتها تایید کردنش با تو میاد. zu stimmen یعنی تایید میکنم و بعدش میتو اصلا نداریم. dem teilweise zu. من تایید میکنم بخشی از این قضیه رو. من موافقم با بخشی از این داستان. ما با بخشی میگیم، بخشانه نمیگیم. یه بار دیگه. Ich stimme dem teilweise zu. آها، ایشون شتیمه رو به هم چسبون. Ich stimme dem teilweise zu. بذار ببینم. stimme dem teilweise zu. همه چیش درست شد، ولی stimme dem teilweise zu. آها، ببین این تمرین اینجاش حسنشه. یعنی منم که از شدت تلفظ خفنم آلمانی ها خودشون در حیرتن به طعنه. وقتی که اینا رو میگم یکی دو بار گوش میدم، دوباره تکرار میکنم تا این بفهمه من چی میگم. Ich stimme dem teilweise zu. دیم مثلا اصلاح شد. stimme اینجوری میچسبونی به هم. teilweise zu. شما این تمرین حتما بکنید، خیلی تمرین خوبیه برای اسپیکینگ. اسپریشن، سخنیدن. و اما 1428مین واژه پربسامد پسوند وایزه. با یه صفت طرف هستیم به اسم möglich. خب möglich قبلا مفصل براتون گفتم. möglich یعنی ممکن. wahrscheinlich یعنی محتمل، یعنی چیزی که ممکنه، حالا احتمالش رو می‌خوایم بسنجیم. اگه چیزی اون möglich باشه یعنی دیگه ممکن نیست. möglich plus weise. möglicherweise یعنی possibly. یعنی ممکنانه. ولی فارسی داره که امیدوارم یه روزی مرسوم بشه، چون واقعا جاش خالیه. بالامکان مثلا میگن انگلیسیشو، ولی شاید شوش میشه فارسیش. شاید شوش بگید ببینید. Der Zug kommt möglicherweise 10 Minuten später. خب بالامکان قطار میآید. این بالامکانشه. 10 دقیقه دیرتر. یعنی ممکنه قطار 10 دقیقه دیرتر بیاد. از نظر منطقی این جمله درست نیست، چون همیشه ممکنه قطار 10 دقیقه دیرتر بیاد. بعد بگی احتمالش چقدره که قطار 10 دقیقه دیرتر بیاد. اینم ممکنه قطار 10 دقیقه دیرتر بیاد که اصلا منطقی اگه می‌خواست درست بشه مثلا میگفتی ما حدس میزنیم قطار 10 دقیقه دیرتر بیاد. اینا هر قطاری ممکنه 10 دقیقه دیرتر بیاد. منتها قطارهایی که توی مثلا ژاپن هستن احتمال اینکه 10 دقیقه دیرتر بیان مثلا 0.1%. اونایی که توی آلمان هستن احتمال اینکه 10 دقیقه دیرتر بیان مثلا 5%. اینجاشه که فرقشه. خیلی خوب. اینم از این 1428 واژه پربسامد آلمانی. 2062مین واژه پربسامد آلمانی نورمال لا وایزه. اینو با هم صحبت کردیم. صفت حتما ار میگیره. اینم صفت بود، حتما ار گرفت. و بریم سراغ اینجا.
Normalerweise fährt Stefanie nicht mit der Bahn. Aber heute regnet es. خب normalerweise یعنی normally. نرمالش جدیدن مد شده میگن. هنجارمندانه معمولاً فارسی عربیشه. fährt آرش نمدی fährt چیه؟ fährt اشتفانی هم با این نیست، با اینه nicht mit پس میگه معمولاً اشتفانی با قطار نمیاد. خب فعل اشتفانی نیست mit در خب mit که اومده حتما بعدش داتیو میشه. بان به معنای اوبان قطار اینم معنای قطار میده. mit در چون مادینه است. really the article for بان احتمالا این اوبان article. خب دیبان درسته. من همیشه چون هوف رو میبینم شک کردم. هوف به معنای حیات استیشن نرینه است. ما چون معمولا اونجوری میبینیمش دیگه تو ذهنمون حک شده که نکنه بان هم چیزه، ولی بان در واقع یعنی قطار میشه مادینه. بله ایناش زوگ هم بهش میگن در زوگ دیبان. این دوتا زوگ جمع اونه، بانن جمع این یکی. خب دیاتی که فوق هیچی میگه که معمولاً با واسون مادینه است بعد از میت هم داتیو شده در شده. اما پویته ببین پس یه چیزی رو گزینه رو گفت که معمولاً اینجوری این کار انجام میده، ولی امروز چیه؟ regnet es. امروز میباره او. او میبارد. کی میبارد؟ جهان هستی. جهان هستی کیه؟ sein. sein میبارد. بودن. اینجا چیز خاصی ازش نیست. چه اتفاقاتی افتاد. خب ولش کن نخواستیم. اما heute regnet es. Normalerweise fährt Stefanie nicht mit der Bahn, aber heute regnet es. پس معمولا با قطار نمیاد ولی امروز داره بارون میاد. خب اینم از بریم بعدی. میریم به Vergleichsweise. ببینید 3725مین واژه پربسامد. فر پیشوند یا اینکه میافتاد توش مثل فرلیبن یا منفیش میکرد مثل فرلaufen معنی گم شدن و Vergleich میشه سنجیدن، با هم دیگه سنجیدن، قیاس کردن. این یه اسم میگیره بعد یه وایزه میگیره. Vergleichsweise. خب Vergleichsweise نرینه. Vergleich نرینه است ولی وایزه که میگیره میشه comparatively. برای بچه‌هایی که انگلیسیشون بدی نیست پارسیش میشه در قیاس. به نسبه، نسبتاً. حق دارید بگید اینا هیچ کدوم فارسی نیستن. درسته. پارسی اصلش میشه همسنجانه. همسنجانه. خب همسنجانه مثل چی؟ مثل mit ihren 30 Jahren ist sie für diesen Job vergleichsweise jung. خب میگه میگه mit ihren 30 Jahren خیلی بامزه داره. میگه با 30 سالی که داره، با 30 سالش
is sie für diesen Job. او هست برای این شغل به نسبت جوان. من چی گفتم؟ jung. Mit ihren 30 Jahren ist sie für diesen Job vergleichsweise jung. خب به نسبت همسنجانه برای به نسبت بقیه آدمایی که تو این شغل هستن این 30 سالشه و این کافی نیست. خب واژه بعدی، ویدئومون خیلی طولانی شد، زودی تمومش کنیم. 4677 مین واژه سایت به معنای زمان میاد یه دونه وایزه میگیره، این دفعه هیچی نمیگیره، میشه temporarily at times for a while، یه مدت کوتاهی این معنا رو میده. dachte ich, dass es nicht mehr aufhört zu regnen. خب Dachte ich, dass es nicht mehr aufhört zu regnen. خب ببینید میگه من فکر میکردم یه مدتی، اینجا ببینید داخته دنکنم داره پقتقتون میاد، برای یه مدتی فکر میکردم که دیگه قصد نداره دست از باریدن بکشه. aufhören یعنی دست برداشتن از یه چیزی، zu regnen. خب اینجا زایتوایزه کجاست؟ اینجا زایتوایزه میاد اینجا، زایتوایزه درش خط کشیدم یادم رفته بکنمش. Zeitweise dachte ich, dass es nicht mehr aufhört zu regnen. پس یه مدت کوتاهی من دیگه حاجی یه جورایی دیگه داشتم فکر میکردم بارون بند نمیاد، مثلا یه مدتی این شک برم داشت ولی بعدش برطرف شد. خب 4751 مین واژه پربسامد üblich، نه با اینلیش، با اینلیش üblich üblicherweise بازم میشه معمولاً، ولی تو فارسی هماره و همواره رو هم قدیم داشتیم، حالا اگه خواستی میتونید ازش استفاده کنید. üblicherweise verläuft diese Krankheit nicht tödlich, deswegen mache ich mir keine Sorgen. میگه به صورت معمولش همواره verläuft diese Krankheit nicht tödlich، میگه این بیماری به حالت مرگبار نمیکشه. verläuft اینجور معنایی میده اینجا. deswegen به همین دلیل من خودم رو خیلی نگران نمی کنم، به نگرانی نمیافتم. مثلا یه دکتری کسی داره این حرف میزنه. obligatory usually. باز دو تا واژه دیگه مونده، سریع بگیمشون. 4800 مین واژه پربسامد میگه verhaltensweise. خب verhalten باز خنثی میشه. اینجا ببینید نام مادینه داره میسازه و مثلا رفتارها، مثلا اینجا قیدی در کار نیست. ببین چی میگه. In seiner Forschung untersucht er die Verhaltensweisen von Katzen. میگه در تحقیقش، جنسیت این بعد از این فرشونگ مادین است، بعد از داتیو قرار گرفته. زاین صاحب تحقیق دانشمندی کسیه. این زاین فرشونگ untersucht جستجو میکند، میجوید، examine آزمایش میکند، دی untersucht آزمایش میکند، دی او چیو Verhaltensweisen رفتارهای گربه. گفتم بهتون منرم میده، منش هم معنا میده. اینم خیلی هست. ببینید یک جور دیگه منشانه هم شما میتونید قید بسازید مثلا نسبت، ولی خب دیگه خیلی دقیق میشه ولی خیلی دیگه ادبی و فاخر میشه. خب پس رفتارهای گوبا. و یه دونه دیگه هست که اسم میسازه. شما 4904 مین واژه است، آخرین واژه امروزمون. فور به معنی پیش، گین یعنی پیش رفتن، یعنی نزدیک شدن به یه چیزی. اینم حالت خنثی داره. بعد اسم میگیره وایزه. دقت کنید که اینا وقتی اسم میشن هر دو، هم بالایی هم پایینی، اینا اسم مادینه شدن. درسته که این فرهالتن و فورگین خنثی هستن ولی اینجا الان اسم کلی
مادینه است و جمعش هم میشه vorgehensweisen. نزدش معنا میده approach، روی کرد ها. میگه Sie überlegen welche Vorgehensweise beim Lernen besser ist. خب اینه که من گفتم Sie überlegen، او داره فکر میکنه کدام نحوه نزدیک شدن به فرد ها. معنیش نزدش در واقع که بعضیا میگن روی کرد فقط جهت عوض میشه. نزدش یعنی که فورگین میکنی، میری جلو. beim Lernen، این درست کرد اشتباه منو. beim Lernen، من درنن گفتم، با آموزش بهتر است. they consider، اونها überlegen دارن Sie میکنن. überlegen, welche Vorgehensweise beim Lernen besser ist. اونها دارن فکر میکنن که کدام نحوه یادگیری بهتره. خیلی خب، براتون موضوع بهترین ها دارم. اینم از وند مهم وایزه. امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. تا دیدار دیگر.